یه لایو کوچیک بریم. سریع اومدم یه مطلبی رو بگم. هر جا هستی، هر کاری میکنی، از تایم تو وقتت استفاده کن. اگه جایی وایسادی منتظر چیزی هستی، تو زمانی حرکت کن. یه لایوی ببین، یه وایسی گوش کن، یه جزوه‌ای بخون، یه سی دی ببین، یه مطلبی یاد بگیر، رو خودت کار کن، برو به درون. وقت تو از دست نده. وقتی که وجود نداره. اون تایمی که تو داری، اگه برنامه داشته باشی بخوای حرکت کنی، اون تایم رو از دست نمیدی. من اینجا وایسادم منتظرم، رفتم تو انتظار بعض مثلا عزیزم بیاد دنبالم، ولی باز تایم رو از دست ندادم. اومدم یه لایو بیایم سریع بهت بگم که حرکت کن، هر جا هستی حرکت کن، وقت رو از دست نده. حتی اگه تو انتظاری، اونجا هم حرکت کن. تو باید فقط حرکت کنی، تو سیستم حرکت کنی. جهان هستی باید بدونه تو جدی هستی، نمیتونی که جدی نباشی. حرکت کن، تایم رو از دست نده، جدی باش. تو باید جدی بودن تو به جهان هستی ثابت کنی. منظورم من وقت و زمان انتظار یعنی که تو جدی باشی، نشون بدی آقا من جدی هستم، تایمم رو از دست نمیدم، زمانم رو از دست نمیدم، وقتم رو از دست نمیدم. اینجا اگه تایمی هم داشته باشم، دارم حرکت میکنم، دارم رو خودم کار میکنم، دارم به خودم توجه میکنم، دارم میرم به خودم، درون خودم دارم جمع میشم. اگه قرار کاری بکنی بلند شو حرکت کن. اگه هم یه جا انتظار داری میکشی، تو اون انتظاره هم حرکت کن. تو باید فقط حرکت کنی. قبلا بهت گفتن از تو حرکت، از خدا برکت، خودشو بهت دادن دیگه. حرکت